چون هم مسئله در فصل بهار سطح آبی دریاها بلند گشته بازم به خواجگی خلق خسارات میرسد. با مقصد پیشگیری خوف آبخیزی در موضع‌های خطرزا طی چند روز اخیر در ساحل دریای قراتاق و شرکند شهر ترسونزاده کارهای ساحل مستحکم کنی جریان دارد. چنین موضع‌هایی که هنگام آبخیزی ضرر می‌بینند در جماعت دهات سه‌شنبه جوره رحمان قراتاق و رباط مشاهده می‌شود. سعدالله اشمیرزویف سردار اداره بهداشت زمین و آبیاری شهر ترسونزاده در این باره چنین نظر دارد. من امروز استاد ناحیوی گذشته شد. استاد ناحیوی در جماعت 10 سال استقلالیت به دهه بختیوار گذراندند با سردار رئیس شهر ترسونزاده سلامزاده شجاعالدین اشتراک کردند، رئیس کردند. حاضر سپارش داده شد که همین روز دو تا خونده شخصی یافته سوزشواری اعصاب زخروی جمهوری از زمان آمدگی سوزشواری داریم داده می شود. حاضر خونده یافته ما بین روستای دریا کشاده نمادار کار بوده همون کشاده میتیم. طبق معلومات‌های کارشناسان نسبت سال‌های گذشته در قطارکوه‌های وادی حصار امسال بارشات برف بیشتر به قید گرفته شد که در برابر گرمی هوا و بارشات باران‌های پی در پی فصل بهار سطح آب دریاها بلند می‌گردد. از این خاطر امروزها برای پیشگیری خطر سیل و آبخیزی چاره‌های ضروری اندیشیده می‌شود. در منطقه‌های اهالی‌نشین جماعت‌های دهات شهر ترسونزاده تکنیک‌های پر اقتدار وابسته شده ستاد مخصوص کاری از طرف مقامات محلی برآمده شد. امروز رهبریت شهر و گروه کاری از موضع‌های خطرناک دهه بختیوار جماعت دهات 10 سالگی استقلالیت دیدن کردند و برای وسعت بخشیدن کارهای ساحل بندی 2 عدد تکنیک و قوه کاری سفربر کرده شد. صابر جان سعیدوف، سیفالدین ابراهیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.